رهبری وزارت داخله، دفاع ملی، امنیت ملی، اعضای شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان کمپاین اهدای خون را آغاز کردند. این کمپاین روز یکشنبه در شفاخانه سردار محمد داود خان با شعار خون تو آبروی ماست سرباز برگزار گردید. در این حال نورالحق علومی وزیر داخله ضمن اهدای خون میگوید که نیروهای امنیتی افغان دشمنان مردم این کشور را به خاک و خون خواهد کشانید. آقای علومی میگوید که شماری از گروه ها تلاش میکنند تا افغان ها را هدف قرار دهند. برای همه ما اطمینان میدیم که اینا در صف مقدم مبارزه علیه نیروهای دهشت افغان در افغانستان قرار دارند. آنانی که هیچگاه ترحم به حال مردم بیگناه ما نمی کنند، اینا را آن طوری که قانون حکم میکنند، آن طوری که اینا توانمندی دارند پیش از اینکه بخواهد اولاد پاک از این وطن به خاک و خون بکشانند، خودشان را به چنین سرنوشت اینا سردچار خواهد کرد. در این حال مراد علی مراد معاون لویدرستیز افغانستان که در این مراسم اشتراک کرده بود به عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان اشاره کرده و گفت که آنان در تمام عملیات‌ها موفق بوده و دستاوردهای زیادی داشتند. به گفته آقای مراد، نیروهای امنیتی باید بدانند که از حمایت همه مقامات و مردم عام افغانستان برخوردار هستند. امروز شما شاهد از هستند که جلال المآب محترم وزیر صاحب امور داخله در رأس کنگی ما و همه ما آمدیم این پیغام یا این مسیج برای سربازای خود روان بکنیم که اونها از حمایت بی‌دریغ رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله، وزارت دفاع و هنرمندای کشور ما که در ریاست امروز مبتکرانه در این جلسه حضور پیدا کرده، وکلای پارلمان و مشران جرگه ما همه با هم متحدند به خاطر حمایت سربازای خود آمادگی خود اعلان میکنیم. شماری از کارشناسان نظامی افغان آغاز کمپاین اهدای خون به سربازان افغان را در شرایط کنونی برای روحیه بخشیدن به نیروهای امنیتی یک اقدامی ارزنده دانسته و میگویند که همچون برنامه ها باید در تمامی ولایات راه اندازی گردد. با گفته آنان، نیروهای امنیتی افغان به گونه جدی با مخالفان مسلح درگیر جنگ هستند و نیاز است تا همواره از سوی مقامات و مردم افغانستان حمایت کردند.